بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، خواستم که یک کمی نوار از معصوم پولادخان که قید حیات بودنش را یک چند سخن در کتابخانه خود میگوید، خواستم این را برایتون پیشکش کنم. دوستان عزیز، در حق این پدر بزرگوار دعاگو باشید و نوار را برایتان پیشکش میکنم. تماشا کنید دوستان عزیز. اینجا داستان ها از قصه های قرآن البخش، تاریخی های گذشته از قتل حضرت عثمان و حضرت علی و حضرت محسن. یک قرآن البخش، یک قصه 400 سال پیش نویسیدیم با داخل مرسی های محسن رو نویسیدیم. خب اینجا چند کتاب اینه. کتابی خب این کتاب 1000 سال مسمى با تذکرات اول الکرام لأهل الفضل و العوام. این مثال همش مصدق سید مخمس سید بر غزل حافظ و بیدل و تورال و شاهین و جامی و سعدی 10 شاعر همینجا ما مخمس کردیم. خیلی مثال این حاضر کم مکروب همون نوشتن شعر هم سو دوست می داشتیم. من مخمس های ابن قاری بر غزل های میرزا عبدالقادر بیدل به عشقی دیده میتوانی بیش را پیشگاه آنجا، اگر شب تا سحر گریی رسد اجرت پگاه آنجا، بجز بیچارگی نبود دیگر هیچ از رخاه آنجا، به اوج کبریا که از پهلوی از دست راه آنجا، سری موی گر اینجا خمشوی بشکن کلا آنجا. 18 شاعر ما هم مخمس نوشتیم. قلم حالی گفتیم او قلم علمش بسیاره، یک عالم دیگر، یک دنیای دیگر تعلیمی همین خطاطی هست. این قلمت روشیدنش ترتیبش این همینجا هست همش. نون و القلم و ما یسترون علم الانسان بالقلم علم الانسان بالقلم. این قلم در قرآن چندین جو ذکر کرده گید. این مثال تفسیری که قرآن تفسیری که جناب عالی چاپ کرد، ما اگر همه حضرت پیامبر میگو که ما فخر میکنیم که در زمان پادشاه عادل به دنیا آمد، نوشیروان عادل بود. حقیقتا در 42 سالگرد پیامبر به دنیا آمد. اصل سیم در بیان مقادیر مراکز و ادوار و مداوات حروف، طریقه حرف دروازی و کلتگی و اینجا مثال آوردگی. اینا همش برای خطاطی هست. این صوت چرنگ میآید، سین چرنگ میآید. خب این همیتون نوشته این فیل چیلن میآید. خب همه یا در تعلیم همون خطاطی ما 51 سال اینجا همین خیلی را خطاط کردیم. فقط دکه 3 کس. این چهارم طریقه مدادگری. اینه که ما اول باید که رنگ خیلی قلم این راست کردیم، چور کردیم، رفتیم یا بریدیم، فلک آوردیم، ای لب دریای 5 آوردن ما. این همین قلم ها هم باشه اینجا. این مثال قلم خوبش نمیتونه سرخ میشود. همون تایریک همون که صرف شده سرش تمیه بری باید تمیه کنی. باید مثال رنگ انمی تمیه کنی. این دهن قلم باید انمی قرنگش باشه، درازیش این انمیقه باشه. این انمیقه باشه. بعد همینجا میبری ریز میکنی، بعد مینویسی. این که نمودی خطی که ما شیلتای و فوتای نمیدونم این همینجا هستن. همه اینا خطای زلفی و خطای نستعلیقی و خطای کوفینی و خطای کوفیه مسلمانی را از خط قرآنی اسمانی. خب انا ایش خب تنظیم خط کوفی. خب دو نمودی بسم الله از خط کوفی، نمی بسم الله ایشان بسم الله. خب نه یا همش همون نمود خطاطا هم، یا همش خطای معراجی. این خطی مثال خط نستعلیق، خط گلزاری، باز خط نستعلیق، باز خط غبوری و باز خط غبوری. باید خط موحدی هم هست، رنگ المحی. خوبیش خط سماوری. این همیان نموده خطاطایی که پیش ما بزرگان نوشتن، گذشتن برفتن. ما همین کتابو نگاه کرده. نیا خطای نمود خط کوفی
المیره ما اگه 20 سالنده هر تابستون 2 بار 3 بار به خورا و سمرقند میرفتیم، همون نمودار همونجا جمع کنیم، همه این میسخوره.